برزیل مبارزه علیه نابرابری. در اوایل ماه ژوئن 2013 شهرداری‌ها در چند شهر برزیل قیمت بلیت وسایل حمل و نقل جمعی شامل اتوبوس و قطار را افزایش دادند. این حرکت موجب شکل گرفتن جنبشی اعتراضی گردید که جنبش دسترسی رایگان نام گرفته است. فعالان این جنبش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تظاهرات و آکسیون‌های بزرگی را سازمان دادند. جنبش ابتدا در شهر سائوپائولو آغاز گردید و از آنجا به برازیلیا، ریو دو ژانیرو و سایر شهرهای بزرگ سرایت کرد. پلیس برزیل بلافاصله با گاز اشک‌آور به زنان و مردان معترض حمله کرد. عکس‌العمل و رفتار وحشیانه پلیس سبب شد تا مردم معترض به دفاع از خود برخیزند و دامنه اعتراضات را گسترش دهند. با اینکه شهرداری‌ها چند روز پس از شروع اکسیون‌های اعتراضی تصمیم خود مبنی بر گران کردن هزینه حمل و نقل عمومی را لغو کردند، اما اعتراضات با قدرت و گسترش بیشتری ادامه یافت، به طوری که در پنجشنبه 20 ژوئن برابر با 30 خرداد بیش از 1 میلیون نفر در حدود 100 شهر برزیل دست به تظاهرات زدند و خشونت و رفتار وحشیانه پلیس را جانانه پاسخ دادند. در این روز اتومبیل پلیس یک جوان 20 ساله را زیر گرفت و موجب جان باختن او شد. مردم خشمگین که در اعتراض به گران شدن قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی به خیابان آمده بودند، اکنون به گرفتن مالیات‌های سنگین از مردم، کاهش مالیات سرمایه‌داران و کیفیت پایین خدمات عمومی اعتراض می‌کنند. رئیس دولت در ابتدا با این تصور که اعتراضات صرفاً علیه گران شدن قیمت بلیط‌های اتوبوس و قطار و یا سطح نازل خدمات عمومی انجام می‌گیرد، با ستایش از دموکراسی برزیل با معترضین همدردی لفظی نشان داد. ولی تظاهر کنندگان که توحش پلیس را با سخنان رئیس جمهور مقایسه می‌کردند، به ریاکارانه بودن این همدردی پی بردند. در همان حال پلیس گروه‌های دست راستی و فاشیستی سازمان یافته را علیه تظاهر کنندگان به کار گرفت. معترضین با مقابله علیه هجوم باندهای فاشیستی و با حمله به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی دولت و اختصاص دادن یک بودجه 14 میلیارد دلاری به برگزاری جام جهانی 2014 و المپیک 2016 ریاکاری‌های رئیس دولت و کارگزارانش را برملا کردند. آنها فریاد زدند که برزیل به بیمارستان احتیاج دارد، نه برگزاری مسابقات ورزشی پرهزینه. تظاهر کنندگان در شعارهای خود صرف بودجه‌های کلان در زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌داران و بی‌توجهی به تأمین خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و خدمات عمومی را محکوم کردند. طبق آخرین خبرها تا روز شنبه 22 ژوئن برابر با اول تیر در اثر خشونت پلیس 69 تن از تظاهر کنندگان زخمی شده و 1 نفر جان خود را از دست داده است. برزیل واقع در آمریکای لاتین از سال 2003 تحت رهبری حزب کارگر قرار دارد که ظاهراً چپ و در عمل سیاست‌های دست راستی را پیش می‌برد. تحت رهبری این حزب در تداوم اعمال سیاست بازارآزاد بزرگترین خصوصی سازی‌ها انجام گرفته است. در نتیجه این اقدامات طبق ارزیابی بانک جهانی، برزیل با داشتن یک اقتصاد 2 تریلیون و 200 میلیارد دلاری به 7مین قدرت اقتصادی بزرگ دنیا تبدیل شده است. اما همین بانک جهانی برزیل را از لحاظ نابرابری در توزیع درآمد در رده 10% از کشورهای جهان قرار می‌دهد که شکاف طبقاتی و نابرابری در آنها بیداد می‌کند. رئیس جمهور از حزب کارگر به بهانه جلب سرمایه‌گذاری پا به پای کاهش مالیات بر سود سرمایه‌داران بر میزان بیکاری و افزایش مالیات شاغلین افزوده است. این در حالی است که در 12 ماه گذشته با افزایش نرخ تورم
قیمت برخی از مایحتاج کارگران و توده مردم از 30 تا 100% گران شده است. رئیس جمهوری که خود را چپ می‌نامد و با رهبران اتحادیه‌ها لاس می‌زند، در عمل تمام سیاست‌هایش در خدمت سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی و آریستوکراسی مالی برزیل قرار دارد. این دولت در عین دفاع از سرمایه‌داران و نشان دادن چهره مهربان به آنان، با اعتصابات و مبارزات کارگری با خشونت تمام برخورد کرده است. نمونه برجسته این سیاست دولت در مقابل کارگران در ماه آگوست سال گذشته دیده شد. در این ماه دولت با استفاده از نیروهای پلیس اعتصاب توده‌ای 400,000 نفر از کارگران بخش عمومی را در هم شکست. رؤسای تشکل‌های زرد کارگری از تمام اقدامات ضد کارگری دولت پشتیبانی کردند. آنها که تاکنون از شرکت رسمی در تظاهرات و راهپیمایی‌ها خودداری کرده‌اند، با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت روز به روز خود را با منافع کارگران بیگانه و بیگانه‌تر نمودند. آنها حتی در مقابل خواست سرمایه‌داران بزرگ برای از بین بردن نظام تعیین حداقل دستمزد و نابودی سیستم حمایت‌های دولتی از کارگران عکس‌العمل مخالفت‌آمیزی از خود نشان ندادند. آنها در آوریل گذشته عملاً از تصمیم دولت برای اعزام نیروهای مسلح ارتش جهت در هم شکستن اعتصاب 250,000 نفری کارگران سدسازی ریو مادریا حمایت کردند. نیروهای مسلح اعتصاب را در هم شکستند و به پیمانکار امکان دادند تا صدها کارگر مبارز و فعال را اخراج کند. کارگران اعلام کردند که تداوم مبارزاتشان برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد همزمان خواهد بود با مبارزه علیه اتحادیه طرفدار دولت. مبارزات مردم معترض در برزیل از نظر شروع مبارزه، شیوه‌های رویارویی با نیروهای پلیس و حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت شباهت‌های زیادی با مبارزات زنان و مردان مبارز ترکیه در چند هفته گذشته دارد. هر دو مبارزه در جوهر خود ضد سرمایه‌داری بوده و به طور مشخص‌تر علیه نابرابری‌های طبقاتی برگزار شده است. این مبارزات در هر دو کشور چهره اتحادیه‌های زرد و رفرمیستی را از قبل نمایان‌تر کرده و خلأ یک رهبری رادیکال با افق سوسیالیستی در صفوف طبقه کارگر را برجسته‌تر نشان داده است.